این میخواد این بعد سرمایه گذاری کنه تو کارخونه‌اش، پول نقد میخواد، نهایتش بده من درست شهریار یه ملک 9 تومن نمک آبرو داره. گفتی 9.5 8.5 میداره. شماره رو بده. آقا من شماره نمیدم. آقا شماره خب زنگ بزن بده من. دارم صحبت میکنم دیگه بابا، بذار بگیرمش. 10 بار بگیرش. چرا بد قلق بازی در میاری؟ ان مسافرت بازی چیه؟ عشق داداش اینجوری اشغال عزیزم. بزن باش. یه دقیقه بشین اینجا انجام. این همین حرکتی که دارم میزنم هی میگم بگیرش 10 بار بگیرش به دو دلیله. هم مشتریشو دارم، بذار کاغذ در بیارم. هم مشتریشو دارم، هم چیزه. به چیزی بذار بهت بگم. بگو. به چیزی که داری میگی پیگیری و اینا، آه. خب من خودم یه اینا. دو نه این ملک. بگو. یه جا کار کردم که این پیگیری رفته تو خونم. آفرین. به نصف بچه‌های لوازم مدرکی با این پیگیری به جنس میدن. ببین این پسره مازراتی واسه اینه. مازراتی نمیخواد داداش، جدی دارم بهت میگم، مازراتی نمیخواد. تو بگیرش من راضیش میکنم. تو راضیش میکنی؟ میگم آقا من بهش پیشنهاد دادم، تو یافت‌آباد یه ملک بهش پیشنهاد دادم، نمیخواد. عقل نداری دیگه. مازراتی رو با یافت‌آباد یکی میکن. آقا شما معامله‌مو نمیشه. جان داداش یه دقیقه اینجا وایسا. آقا میگه دارم بهت میگم مازراتی نمیخواد. عشق من. شهریار تو یه دونه خونه 100 متری بخره، گوش کن 5 میلیارد. چرا انرژی منو واسه اینکه خودتو متقاعد کنم میگیری؟ تو اینو به من سپردی، حرف نزن. بعد میگم دست. گوش کن. آقا اگه مازراتی رو میتونی بفروشی که میفروش. تو میدونی کی میتونی بیای بزنی تو گوش من تو گوشی نه وایسا، مثال دارم میگم. تو وقتی میتونی بزنی تو گوش من که بگی مهدی فارسی بهت سپردم کار انجام نشد. من وقتی انقدر قرص دارم میام تو شکمت، من تو شما شکی ندارم. وایسا تو باید به من بگی که مهدی فارسی تو هم باید مثل من صفر بزنی. من چجوری دارم به تو صفر میزنم؟ میگی آقا این دست تو دست و پاتو خورد میکنم، یه هفته بعد با پول نیای. اینجوری تو باید بزنی، نه اینکه بیا اینجا مغز ما رو سرویس کنی. من مغز کسی رو سرویس داری میکنم. پیشنهاد دادم آقا بگو مازراتی بفروشه بیاد این مرد بگیره. این انرژی رو میتونم واسه هدف مشترکمون بذارم، به خاطر همین باهات بحث نمیکنم. زنگ بزن باهاش حرف بزنم. زنگ بزنم باهاش حرف. جا انقدر که پیگیرم آده تو مخی هم هستم. چیکار میکنی؟ بده زنگ بزن آقا. زنگ بزن. الان اینو فکر کنم ما فیگور گرفتیم. اونا باید احمدی. سلام جناب احمدی عزیز. خوبی قربان؟ سلامت انشالله. سرتون سلامت. آقا من تخصصی سراسر کشور کار املاک میکنم. یه تعداد 500 600 تا مشاور داریم. خب یعنی یه نفر بتونه کارتو سریع انجام بده ان شاءالله به لطف الله، جلوتون شرمنده نشیم ماییم. خب اینا رو گفتم خیالت راحت باشه، زیاد الکی وقتتو نگیرم. خب به خدمت مبارکت دارم میگم، خودت میدونی اگه من سریع بخوام برات پول نقد بگیرم بهتره یه حرکت این وسط بزنیم، یه کله ملق بزنیم. خب موافقی؟ تو به من بگو چقدر پول لازم داری. خب من بقیه‌شو با ملک و ماشین و چیزایی که نقد شوندگیش بالاست واسه تو پر میکنم. لیر و پول عمان و ویلا دارم اونجا. خب چند تا ویلا داری؟ یه دارم میگم ویلا دارم اونجا. خب این آپارتمان مبلغش اونقدر چشکی نیست، کل پولش لازم دارم. زیاد تنگی نیست، کلا 8.5 گذاشتیم 8 هفته. مثلا اونقدر چیز نیست که بتونم. ارزش واقعیش چقدره؟ ببین والا الان برای ارزش واقعی میخوای پول ببری کمتر از 9 تومن بهت نمیدن. من خودت دیگه اونجا یه آمار تلفنی میخوای بگیری. آره آقا یه مازراتی دارم 19 تومن. خب یه ملک داری تجاری هر چی، یه ملک به من بده. ماشین چی؟ مازراتی دارم. بدم بهت؟ بابا اونم بگیریم چجوری نقدش کنیم؟ اونم برات من نقد میکنم. ببین الان من هر چیزی اینجا نمیتونم بگم چون اون با اون یکی گوشی من صدا داره ضبط میشه. خب من هر چیزی نمیتونم بگم چون اون بچه‌هامون صدای منو گوش میدن، این بچه سیاره من. خب نکتهش اینه که در گوشی دارم بهت میگم مازراتی نقد شوندگیش از ملک نمک آبرود بهتره. ماشین
بفروشتش. بالا میخواسته بفروشه. ببین من دارم بهت میگم دیگه. خب تو اسم منو برو تو اینترنت جستجو کن، مهدی فارسی ام. خب به خدمت مبارکت میگم اصلا اسم اینا رو ولش کن. من انصافا با هر کسی کار میکنم خب رفیق میشیم، انصافا میگم، چون حرف دروغ نمیزنم، چون به خاطر 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان کمیسیون خدا میدونه دروغ نمیگم، به خاطر 100 میلیارد دروغ میگم، به خاطر 1-2 میلیارد دروغ نمیگم، جدی میگم بهت. حالا تو من بگو مرک چی داری؟ مرکی که نمیخوایش. ماشین چی داری؟ ماشینی که نمیخوایش. تجاری چه چیزهایی داری که نمیخوایشون بگو، من میکنم تو معامله. من والا میدونی ما هم یه دونه کارخونه داریم، یه مقدار نقدینگیمون ضعیف شده بود، می‌خواستیم بشیم یه مقدار. کارخونه چی داری؟ ما لوازم ماشین تولید می‌کنیم. کجاست؟ شمس‌آباد؟ شهریاریم. نه شهریاریم. شهریار. اون کارخونه رو میفروشی؟ نه بابا داریم کار می‌کنیم، داریم ویلا رو آپارتمان هم می‌فروشم که پولشو بریزم اینجا کمون بردا. حالا واسه اینکه معامله خودم جوش بدم یه 2000 کمیسیون بگیرم ببینیم تو رو بیکار می‌کنیم. نه شوخی می‌کنم. بذار بنویسم. این فردی سریع ما رو خف کرد، شماره اینا رو گرفتش. من اصلا عادت ندارم بدون اینکه بنویسم، چون مغزم وقتی می‌نویسم کار می‌کنه. بذار من یه ذره فکر کنم بهت زنگ می‌زنم. شما که ویلا دارن، یکی دو ماه کار داره، حالا نمیدونم گفت کجاست؟ آها آره خوبه. خب خوبه بگو. سرامیکش ندادم، در پنجره‌ش هم ندادم. یکی دو ماه کار داره. کجا؟ اونم توی امامروده. امامرود. بغل نمک آمروز، یعنی خودت نمیدونم بلد، بعد پلیس راه نمک آمروز میری امامروز یه دونه خیابونی هستش که اسمش هم چیزه، کوچه سردریا. اون قیمتش اونو چند گذاشتی؟ والا اونو قیمتش در نیاوردم، میگم چون آماده نبود قیمتش در نیاوردم. اونم حدود 20 تومن میفته آماده هاشا، یعنی من الان میگم 1 تومن 1.5 خرج بدم اونو تمیز کنم تحویل بدم، حدود آمادهش 20 تومن میفته. چون سرخته استخر داره رو. یعنی الان 13-14 میدیش؟ الان نه دیگه میخوام آماده کنم تحویل بدم دیگه، من 2 ماه وقت میخوام. قیمت آماده میخوام. از با شرط خوب میفروشی؟ یک 3-4 تومن پول بده بقیه‌شو چک بده به 6 ماهه؟ 6 ماه یعنی 2 ماه چک بده، 4 ماه چک بده، 6 ماه چک بده. اینا رو من با داداش شریکیم، بذار بیاد صحبت کنم باهاش. الان ماشینم گفتی حالا بگم میذارم قبول نمیخواد کنه. ببین مازراتی صفر کرده، من تو بازارش هم میدونم. مازراتیش از هفته پیش تا الان به خاطر شرایط دلار و جنگ اوکراین و برادران بحرین و نمیدونم کجا تیر و تفنگ میزنن، خب اونا حداقل مازراتی 1.5 میلیارد 2 میلیارد گرون شده. نه ببخشید آقا، باشه دوستت دارم، خبر بده به فردین به من میگه. عاشقتم، خداحافظ، سرت سلامت. ببخشید پرگویی کردیم. نه خواهش می‌کنم از شما. منتظر خبرت. آقا پیگیر کارت باش. من پیگیر کارت هستم، تو هم پیگیر کارت باش که انجام بشه. عاشقتم، خداحافظ. این گیره بابا، قول میدم میگیره. کارشو براش یه جوری در میارم، هر موقع دیده دستتو ببوس. نمیگیره داداش، دست راستتو بیار جلو، اونو میبوسی. عاشقتم، به خدا شوخی نمیکنم. شوخی میکنم ولی واقعیت هم میگم. مازراتی پول نقده. خب چرا اون نمیتونه بفروشه؟ تو نمیتونی برای اون بفروشی؟ دلیل داره. بذار دلیلشو بهت بگم. دلیلشو به تو میگم. دلیلشو به تو میگم. من تو بازارم، آدم کونی ام تو بازار. اگه میتونست بفروشه میفروخت. به خدا 100 من 2 ماه وقت میخوام. قیمت آماده میخوام. از با شرط خوب میفروشی؟ یک 3-4 تومن پول بده بقیه‌شو چک بده به 6 ماهه. 6 ماه یعنی 2 ماه چک بده، 4 ماه چک بده، 6 ماه چک بده. اینا رو من با داداش شریکیم، بذار بیاد صحبت کنم باهاش. الان ماشینم گفتی حالا بگم میذارم قبول نمیخواد کنه. ببین مازراتی صفر کرده، من تو بازارش هم میدونم. مازراتیش از هفته پیش تا الان به خاطر شرایط دلار و جنگ اوکراین و برادران بحرین و نمیدونم کجا تیر و تفنگ میزنن، خب اونا حداقل مازراتی 1.5 میلیارد 2 میلیارد گرون شده. نه ببخشید آقا، باشه دوستت دارم، خبر بده به فردین به من میگه. عاشقتم، خداحافظ، سرت سلامت. ببخشید پرگویی کردیم. نه خواهش می‌کنم از شما. منتظر خبرت. آقا پیگیر کارت باش. من پیگیر کارت هستم، تو هم پیگیر کارت باش که انجام بشه. عاشقتم، خداحافظ. این گیره بابا،
قول میدم میگیره. کارشو براش یه جوری در میارم، هر موقع دیده دستتو ببوس. نمیگیره داداش مازاد. دست راستتو بیار جلو. اونو میبوسه. عرض قدم به خدا شوخی نمیکنم. شوخی میکنم ولی واقعیت هم میگم. مازراتی پول نقده. پس چرا اون نمیتونه بفروشه؟ تو نمیتونی برای اون بفروشی؟ دلیل داره. بذار دلیلشو بهت بگم. دلیلشو به تو میگم. دلیلشو به تو میگم. من تو بازار اگه میتونست بفروشه میفروخت. به خدا 100,000 نفر فهمیدن تو چی هستی. داره ضبط میشه. باشه ضبط بشه. سانسورش هم نمیکنم. با اونا کاری ندارم. حالا هر کسی هر جوری از خدا بهش کمک کنه. من تو بازار کونم پاره شد یارو اینا داره ضبط میشه. میذارم به خدا میذارم. حالا ببین ادب داشته باش. ادب مرد بعض دولته. پول نداری شخصیت داشته باش. من آزادم. آقا گوش بده. ولی اون اگه میتونست مازراتی رو بفروشه میفروخت. باهاش 4 تا کاری نه التماس کنه. برادر من ملک بزنه. عشق دل من. آفرین قشنگ گفتی. چرا نمیذاری دلیلشو بهت بگم؟ چون میخواد مازراتی یه تومن بالاتر بده. چون اینا تهاتر کلا همه چی بالا. آفرین تموم شد و رفت. پس تو که اینو میدونی چرا حرف میزنی؟ نه میگم اگه اون خب یه تومن داره بالاتر میده. نمیخواد بره 18 بفروشه. نمیخواد. میره زیر بدهی زیر قرض. بعد یه چیز دیگه خب من اونو براش درست میکنم. دو تا چیز دیگه رو باید فدا خب کنم. من اونو براش درست میکنم. یعنی واقعا خب نه بگو. واقعا این کار غیر عقلانی نیستش. من چرا غیر عقلانی مثلا نیستش دیگه عقلانیه. میخوام بهت بگم نه غیر عقلانی نیستش. عقلانی هم نیست. چطور می‌دونی چرا؟ منظور این عقلانی نیست. این کار روانیه. خب چرا جایی که من باش درآمد دارم چیز میکنم بدم یه دونه کارخونه‌شو نمیخوام بابا. میگم دو تا ویلا میخوام بگیرم ازش. بابا کارخونه رو من چرا مردم من واقعا